سلام درود عشق داداش، حالتون چطوره؟ امروز اومدم رونمایی از اکانت براتون برم که حالا دلیلش هم بهتون میگم. دلیلش حالا به خاطر اینه که چند روز پیش فکر کنم یه ماه پیش اینا بود، دل کمتر یه ماه، دیدم آیبون میدونه ویدیو گذاشته که در مورد این که اکانت من خیلی قدیمی هست و مثلا همچین چیزایی داره و مال سیزن 1 هست و اینا. من گفتم منم اکانت از سیزن 1، گفتم بیام به شما هم نشون بدن که چه چیزایی داره. از بیوای ردکشن بگیر، گست سیزن 1 بگیر، دیل دارک شارک بگیر، اسنمی نایف استار کمو بگیر، همه چی داره، تک تک شو بهتون نشون میدم. خب دوستان، اول از همه من یو آی دی اکانتمو به شما نشون بدم. بخش بیسیک اینجا یو آی دی اکانتمه که میتونید بزنید نگاه کنید، مثلا ادفرن بدین، با هم دیگه بازی کنیم، دوئل بزنیم، کیف کنیم. خب بچه‌ها، بعدش میریم اچیومنت که من زیاد سر در از این نمیارم، اصلا نمیدونم جریانش چیه، ولی خب حالا کلا اینم بتلشه. خب بخش بیسیک دوباره میریم اینجا رو مولتی میزنیم و من یه دونه همچین چیزی دارم که حالا نمیدونم جریان چیه، MVP و گیم و تاپ تری و کیل و کیدی و اکیوسی فکر کنم بهش میگم، این هست. خب بچه ها میریم بخش کالکشن که میشه همون گاناتون. 4 تا متیک دارم، 4 تاش فوله، 2 تا از این لجندو اسمش یادم رفت، حالا 20 تا هم لجند دارم، 626 تا گان اپیک دارم، 1300 یا همون 1300 تا هم گان ریر دارم. خب اول از هم متیکام اودن M13 تایپ 19 دیل که بین این 4 تا متیک هم تایپ 19 و M13 بیشتر از همه دوست دارم. لجندام هم کوردایت، زیلاد، پی پی بایزن، لوکاس نپتون، AK 47 پامکین هید، ACR مال گانزو بود، این چی بود، دیل هالیدی، کوشکا، اجه، AK 47 آیرون لاین چین، M4 بلک گولد که هیچی، دیل و کیلوبات و دیگه 117 میلز داون، OTS 9، ASM 10، هولگر دیگه، این سه تا هم که رایگان و LK و CR مکس. خب بچه ها میرسیم بخش اپیکا که من اول از همه از همین بیوای ردکشن شروع میکنم. خیلی 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 کمیابه و من حتی اکانت هایی دیدم که اچ استانک دارن ولی بیوای ردکشن ندارن، یعنی در این حد کمیاب. این هم که AK 47 AK 47 ردکشن، اینم که زمان خودش پادشاهی میکردیم، اصلا خدا بود. دیگه میرسیم به این انفوره، ایمش کلا فرق داره با انفوره عادی. فکر کنم اولین انفوره یا بلک گول بود، حالا نمیدونم، فکر کنم اینه. اینم انفور LMG بلک گولده. اینا رو که من نشونتون میدم یعنی قشنگ قدیمی ها اینا رو میدونن چیه. اینم RUS وایکینگ، اینم LK24 والکینگ. خب میرسیم به این ماگما چیه کامبو، حالا ماگما M4 شو دارم، 117 شو دارم، M21 شو هم دارم. اینا کلا یه ست بودن، خیلی کم یا بودن. خب میرسیم به AK 47 استیبول. حالا نمیدونم این به بازی برگشته یا بر نگشته، ولی اینم چیز حقه، اونایی که دارن واقعا دمشون گرم، خیلی چیز حقیه. اینم حالا اسنایپشه. دیگه یکم که پایین ترمینه این RPD هست که اینو نگاه نکنید که ایم روشه، این وقت ایمش برمیده خودش انگار ایمش انگار متیک همچین جوری، ایم متفاوتی داره. اینم PDW فکر کنم اسمش اینجوری میگن. اینم M4، اینم خیلی قدیمیه دیگه، M4 بلک گولد. اینم لیوینگ راست که اینم یه ست کامله، همشو دارم، خیلی خیلی چیز حقیه. و میرسیم به این AK 117.
این خیلی که صد ایمش کلا فرق داره، مثل حالت انفوریه که بدون هیچ اپیکی اینا همچین حالت LK24 همچین جوری ایمش و کلا با تمام 117 فرق داره دیگه. یکم که این پایین تا به این استیکره میرسیم که نگاه کنی ایمشو، اصلا کلا یه چیز حقیه، کلا ایماشون خیلی متفاوتن، انگار میتیک لجند میمونن دیگه. فکر نکنم اینجا چیزی دستگیرمون بشه و اینا. این 117 نئون خیلی خوبه دیگه، فکر نکنم چیزی اینجا دستگیرمون بشه که میریم بخش ریرو. آقا الان بچه‌ها الان که مثلا کال آف تازه حتی 1 سال یا 2 ساله دارن نصب میکنم به این ریرو، حالا بهتون نشون میدم کدومه دوستان. حالا 3 انگشتام شکست قد اومدم پایین، اومدم اینا رو بهتون نشون بدم که اینا به اینا میگن گانه ریر که از این ستایه. این اولین انفور بازیه، انفور ما عکس گوست روشه. فکر کنم بین 3 تا موندم، یا این و یا این اولین نایفای بازی هم. فکر کنم اینه که اولین نایف بازیه، که این M16 هم فکر کنم به بازی برگشته، ولی اینم هر کی داره چیز حقیه، خیلی کمیابه. دیگه بهتون بگم اینم تایپ 25 یه سیزن، میگم تایپ 25 این یه سیزن بهترین گان بازت از AK-117 الانم بهتر مینداخت و اینم اولین تایپ 25 بازیه دیگه. AK-47 ردکشن، یکم میریم بالاتر بیوای ردکشن و میرسیم به AK-47 یخی. در اصل AK-47 یخی اینه که کاملا یخی، که بعدش اومدن یه ایم انداختن روش گفتن اونم AK-47 یخیه، و در اصل اینه که اسنایپش هم دارم. این خیلی حتی نید و اینا هم داره که اونم دارم. اینم دیل دیپ شارک که اولین فکر کنم کمیاب‌ترین و اولین دیل بازی فکر کنم دیگه. اینم که انفوره رو بهتون گفتم دیگه. هیچ اینجا دستگیر میشه. میرید بخش اسکین. یه دونه اسکین تمپلار فول دارم، یه دونه دیم لژند دارم و گست سیزن 1 دیگه. اوربان ترکر سیزن 4 فکر کنم سیزن 4 و فانتوم ریپر اینا همه اولا نیکتو اول دیگه. همینجور که بریم پایین اینم خیلی چیز حقیه. میرسیم به ماشینا. این اولین اولین قاطی کردم دیگه اصلا. اینم که چاپر لژنده. یکم بریم پایین. 333 تا ریر. یکم بیایم پایین میرسیم به اولین چاپر بازی که اینه. اینم که همون مثل انفوره است، گست روشه، سبز، اولین چاپر بازی دیگه. این دوتا هم که HJ دارم، 117 دارم دیگه. حالا بچه آقا ما میخوایم سیزن 1 ترین لودات اسنایپ مولتی رو بزنیم، میشه یه همچین چیزی. این نید یخی، این اسموک یخی، گست سیزن 1، دیل دیپ شارک، نایف استار کمو. این سیزن 1 ترین لودات میشه گفت. حالا بقیه لودات ها اینم اتچمنت دیل. حالا این دیل متیک، دیل زیلا، دیل ادونسد البته، دیل هالیدی دیگه، دیل نئون، بلک مارکت دیگه مال استکام گردون کیلو بود، دیل مربعی که همدی میگن دیل مربع مال گانزوه. اینم که هیچی. دیل این فکرم مال بتل پس بود. دیل مال گردونه گروزومتیک. اینم که مال شیبا اسکوپه. اینم که هیچ.
این دوتا هم نگرفتم. این مال گردون MG42، اینم که همین این سیزن تازه اومده، فکر کنم کرید دیگه. اینم لوکاس، اینم اتچمنت. حالا اینجا من به جای پلک این باید براش دد سایلنس و به جای اینم باید اینو میذاشتم دیگه. اینم که اتچ دیل، اینم که اتچ اینو دیل، اتچش با بقیه فرق داره، چیز حقیه. اینم که اتچ زیلات، فکر کنم با اونا فرق نداره، دقیقا هیچ با اونا فرقی نداره دیگه. اینم کوشگاه، اتچمنت کوشگاه چیز حقیه، اینم خیلی خیلی خوبه دیگه. اگه همین اتچمنت 117 مال بتل هم اینا ها دیگه. جت پک لجند هم دارم، چاپر لجند هم، این چت لجند هم دارم و نایف بلاد. این هم خیلی خیلی قدیمی و کمیابه، میشه نایف خون دیگه. همین دیگه ممنون شدم واقعا همچین فیلمی رو براتون درست کردم، شما هم دیدین، واقعا دمتون گرم، عشق منید دیگه. حالا اگه خوشتون اومد از ویدیو لایک کنید، کامنت بذارین، هر نظری دارین. حالا به نظر خودتون قدیمی ترین چیز اکانت من چیه؟ حتما اینو برای من داخل کامنت ها بنویسید و اونی که درست گفت و داخل ویدیو بعد اسمشو میگم. واقعا هم دمتون گرم که فیلمو تا آخر دیدین، عشق منید. سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.